سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. من ایمان ساقیخانی هستم، مدرس درس هندسه و گسسته در خدمتتون هستم با جمع‌بندی معادله هم‌نهشتی و معادله سیار. خب بچه‌ها دقت کنید به این موضوع. ما به یک همچین چیزی AX به پیمونه M با B هم‌نهشت باشه، به این ما میگیم معادله هم‌نهشتی و قراره که بریم اون X رو پیدا کنیم. خب اگر بخوایم بریم اون X رو پیدا کنیم، باید از یک راهکار یا از یک تکنیکی استفاده کنیم. بچه‌ها ما میدونیم که به اندازه لازم و به اندازه‌ای میتونیم بیایم پیمونم رو اضافه یا کم کنیم. خب پس باید انقدر بریم پیمونه اضافه یا کم کنیم تا سمت راست مضربی از سمت چپ بشه، تا بعد بتونیم ضریب ایکسمون رو از بین ببریم یا بتونیم ضریب مجهولمون رو از بین ببریم. ببین بچه‌ها خیلی کار سختی ما قرار نیست انجام بدیم واقعا. الان به عنوان مثال همین اولی رو نگاه کنید. گفته 3x به پیمونه 7 با عدد 5 هم‌نهشت شده. خب چیکار میکنم؟ میام این 7 رو انقدر اضافه میکنم یا انقدر کم میکنم تا سمت راستم مضربی از سمت چپم بشه. خیلی ساده. اگه من بیام یکی پیمونه اضافه کنم، اگه بیام اضافه کنم، اون وقت 3x هم به پیمونه 7 یه دونه پیمونه 7 تایی بریزیم رو 5 به ما میده 12. درست میگم؟ اگه بیام حالا این 12 رو با این 3 خط بزنم، اون وقت x ما به پیمونه 7 به ما میدهد 4. تموم شد. الان ما تونستیم یک معادله هم‌نهشتی رو حل کنیم. فقط دقت کنید به این موضوع که ته داستان باید بریم حتما به قضیه تقسیم تبدیلش کنیم. یعنی چی استاد؟ الان x ما چی شده؟ یه ایکسی بوده رفته تقسیم شده به 7. میدونیم که پیمونه همون مقسوم علیهمونه. یه خارج قسمتی داده که ما اصلا نمیدونیم چنده، به دردمونم نمیخوره و با یه باقی مونده 4. پس در نهایت x ما برابر خواهد شد با 7 که به علاوه 4. به همین سادگی ما الان تونستیم یک معادله هم‌نهشتی رو حل کنیم. قسمت بعدی 4x به پیمونه 9 با عدد 6 هم‌نهشت شده. خب یه لحظه فیلم رو استوب کنید، خودتونم حل کنید. بچه‌ها ما اگه بیایم یه 2 تا 9 تا یعنی 2 تا پیمونه اضافه کنیم، پس 4x به پیمونه 9 18 تا بیارم رو 9 بیارم رو 6 به هم میده 24. حالا الان میتونم خیلی ساده این 24 رو با این 4 ساده کنم. پس x ما به پیمونه 9 هم‌نهشت میشود با عدد 6. پس x ما برابر خواهد شد با 9 که به علاوه 6. تموم شد. خب یه ذره بریم سطح بالاتر کار کنیم. بچه‌ها بعضی موقع ها خود این ضریبه از پیمونه‌مون بزرگتره، مثل که اینجا. برای راحتی کار خودمون میتونیم اول بریم باقی مونده ضریب رو به پیمونه پیدا کنیم. خب ما میدونیم که 69 به 23 بخش پذیره. این 73. پس باقی مونده خود ضریب به 23 به ما 4 میده. پس 4x به پیمونه 23 با عدد 1 هم‌نهشت شد. الان دیگه خیلی ساده. بچه‌های عزیز من میدونن که اگه برم یه پیمونه به این اضافه کنم، حتما رو این فلشتون بنویسید که یک پیمانه داریم اضافه میکنیم که اون بنده خدا بفهمی که شما چیکار کردید. پس 4x به پیمونه 23 با 24 هم‌نهشت میشه و 24 با این 4 الان ساده میشه. x ما به پیمونه 23 با عدد 6 هم‌نهشت میشه و در نهایت x ما به ما میدهد 23 که به علاوه 6 و تمام. بچه دقت کنید به این موضوع. ممکنه که راه‌های متفاوتی به ذهنمون برسه و این موضوع هیچ اشکالی نداره. شاید توی سوال سوم این به ذهن من رسید، ممکنه یه سری چیزهای دیگه به ذهن شما برسه. مهم اینه که در نهایت ما به x مساوی 23 که به علاوه 6 خواهیم رسید. مثلا الان برای اینکه حرفای منو بهتر متوجه بشین قسمت 4 رو بیشتر دقت کنید. ببینید
یک راه اینه که تو بیای 12 رو خودشو به 5 بگی. خب این میشه 7x درسته؟ ببخشید میشه 2 دیگه، 12 به 5 بهمون 2 میده. 2 به پیمونه 5 با 218 هم شد. درست میگم؟ خود 218 بچهای من به 5 به ما 3 میده. پس 2x به 5 رقم یکانش 18، رقم یکانش 8 دیگه. 8 هم به 5 3 میده. خب اگه من بیام مثلا الان اینجا رو دقت کنید به این موضوع، یه دیدگاه اینه که بیایم یه پیمونه بریزیم روش، اون وقت 2x به پیمونه 5 با 8 هم نهش میشه، 8 رو با 2 میزنم، x به پیمونه 5 با 4 هم نهش میشه. یه دیدگاه دیگه اینه بیام یکی کم کنم، اون وقت 2x به پیمونه 5 با -2 هم نهش میشه. این با این خط میخوره، اون وقت x به 5 میده -1 که ما میدونیم که باقی مونده هم منفی نمیشه. اگه بیام یه پیمونه بریزم رو 5 به ما میده 4. پس x ما در نهایت به پیمونه 5 با چند هم نه شد؟ با 4 هم نه شد. متوجه شدین چی میگم؟ پس ببینید دیدگاه های مختلف و متفاوتی وجود داره. اصلا یه نفر دیگه میاد این کار انجام میده، میگه آقا 12x رو من میگم 7x به پیمونه 5. اوکی، 12 به 5 7 هم میده دیگه، باقی مونده یه دونه پیمونه ازش بردارم. از اون ور 210 هم نهشته، 210 به پیمونه 5 صفر میشه. پس اینجا چند بهمون میده بگو؟ 8 به ما میده. خب بعد میام چیکار میکنم؟ میام 4 تا اضافه میکنم. خب اگه بیام 4 تا پیمونه اضافه کنم، اون وقت 7x به 5 میده 28. 28 با 7 میپره، پس x به 5 میده 4. بچه ببینید بازم دارم بهتون میگم ممکنه دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشه. من همین سوال از 3 روش براتون حل کردم، اما مهم اینه که تهش ما به x مساویه با 5 کای به علاوه 4 میرسیم. خب یه ذره سطح سوالمون رو باز دوباره ببریم بالاتر. به این موضوع خیلی خوب توجه کنید که اگر اومدی طرفین تو به اون ضریب x تقسیم کردی و اگر پیمونتم تقسیم میشد، حتما باید بری پیمونتم تقسیم کنی. ببینید الان 2x به پیمونه 8 اومده با 17 هم نهش شده. خب بچه من اون 17 رو کردم 18. خب اومده با 18 هم نهش شده. خب الان من میخوام برم طرفینم رو تقسیم کنم به عدد 2. حواسم باید به این موضوع باشه که پیمونم هم به 2 تقسیم میشه، پس باید پیمونم هم به عدد 2 تقسیم کنم. پس x اون وقت میشه به پیمونه 4 با عدد بگین 9 هم نهشته. خود 9 هم که به 4 چند میده؟ 1 میده. پس فهمیدیم که x به 4 1 داد و در نهایت به x مساویه با 4 کای بگو به علاوه 1 میرسیم. قسمت بعدی رو خیلی باید بیشتر توجه کنی چون خیلی سوال مهمتریه. خب 6x به پیمونه 9 با عدد 15 هم نوشته. اگر یه کوچولو فکر کنی خود همه اینها تقسیم به 3 میشن. پس برو طرفین تقسیم به 3 کن تا عددت کمتر بشه، عددت آسونتر بشه. اوکی؟ خب 6 تقسیم به 3 بشه به هم 2 میده، پس 2x به پیمونه 3 با عدد 5 هم نهش میشه. اگر بیام یکی کم کنم، اون وقت 2x به پیمونه 3 با عدد 2 هم نهش میشه. حالا به سادگی 2 رو با 2 خط میزنم، پس x ما به 3 برابر است یا هم نهشت است با 1. پس x ما برابر است با 3 کای به علاوه 1. دقت کردی به این موضوع؟ پس اگر پیمونت به یه عددی تقسیم میشد، حتما اول بیا همه رو تقسیم کن به اون عددی که داره طرفین رو تقسیم میکنی. اوکی، بعد برو ادامه بده. یه قسمت دیگه هم بچه من الان بهش اضافه کردم، اینم نگاه کنید، تمرین کتاب درسیتونه. 8x منهای 20 به پیمونه 12 به ما 0 داده. خب پس 8x به پیمونه 12 با 20 هم نهشته. میتونیم بریم الان همه رو تقسیم کنیم به یه 4 تا، کارمون خیلی آسون تر بشه.
پس به من میدهد 2x به پیمونه 3 با 5 هم نهشت. دوباره یکی کم کنم، پس 2x به پیمونه 3 با 2 هم نهشته، این با این ساده میشه. x به پیمونه 3 دوباره با 1 هم نهشت شد. پس x ما به ما چی میده؟ به ما میده 3k به علاوه 1. خب میگه رقم یکان کوچکترین عدد 3 رقمی برای x که در رابطه یه همچین چیزی صدق میکنه چقدره؟ رفته رفته سوالامون داره یه ذره سخت‌تر و قشنگتر میشه. خب بچه من معلوم یه طرف مجهول یه طرف دیگه، اینو بیا بندازیم اینور. پس به ما میده 12 به پیمونه 6 با عدد 2x هم نهشت. یه طرف اینم رو تقسیم به یه 2 بزنم به هم میدهد 6 به پیمونه 3 با عدد x هم نهشت. درسته؟ یا بذار قشنگ‌تر بنویسیمش دیگه. x به 3 میده 6. خب خود 6 هم بچه ها که به 3 میده 0. پس x ما برابر است با عدد 3k. تمام. خب یک نکته ای ما قبلا داشتیم که اینم خیلی نکته مهمی بود. یادتونه رقم یکان یعنی همان باقی مانده بر 10. پس یادتون نمیره رقم یکان خواستی پیدا کنی باید بری باقی موندهش رو بر 10 پیدا کنی. میگه اگر اعداد فلان و فلان 3a منهای 4 و 6a به علاوه 5 رقم یکان برابری داشته باشن. وقتی که بهت میگه رقم یکان برابری داشته باشن، این از اینجا تا اینجا به معنی چیه؟ به معنی اینه که یعنی هر دو عدد به پیمانه 10 با هم نهشت هستند. خب میگه رقم یکان عدد برای من پیدا کن. پس 6a به علاوه 5 به پیمونه 10 باید با 3a منهای 4 هم نهشت باشه. بچه ها معلوم یه طرف مجهول یه طرف. اینو برداریم بیاریم اینور، اینو برداریم ببریم اونور. پس 3a به پیمونه 10 با منفی 9 هم نهشته. یه تقسیم به 3 بزنم. پس a به پیمونه 10 با منفی 3 هم نهشته. نمیتونه باقی موندمون منفی 3 باشه که. پس یه دونه میریزم روش، به هم چند میده ایزم؟ به هم میده 7. خب حالا میگه رقم یکان 5a به علاوه 7 رو پیدا کن. یعنی برو 5a به علاوه 7 رو با عدد 10 به پیمونه 10 به من بگو که چند میشه. خب بچه های من مگه a به پیمونه 10 با 7 هم نهشت نشد؟ پس بیا به جای a 7 بذار، هم نهشته دیگه. یعنی میتونیم به جای همدیگه قرارش بدیم. پس میشه 5 ضرب در 7 به علاوه 7. این میشه 35. 35 هم رقم یکانش به هم میده 5. پس 5 به علاوه 7 12. 12 هم رقم یکانش برابر است با عدد 2. به همین سادگی و قشنگی و خوشگلی حل شد. سوال بعدی بهت پیشنهاد میکنم این چند دقیقه مکس کنی خودت حل کنی، بعد بیای به من ادامه بدیم. گفته اگه رقم یکانه این دوتا عدد با هم دیگه برابر باشه، رقم یکان یه همچین عددی چنده؟ یه ذره سطح بالاترش کردم. 5a به علاوه 2 باید به پیمونه 10 با 3a منهای 4 هم نهشت باشه. بچه معلوم یه طرف مجهول یه طرف. خب اینو بیارم اینور، اینو ببرم اونور. پس به هم میده 2a به پیمونه 10 با منفی 6 هم نهشت. یه دونه پیمونه بریزیم روش. پس 2a به پیمونه 10 با 4 هم نهشت. اینو نگه دار. استاد چرا تقسیمش نمی کنی به عدد 2؟ الان میفهمی. بچه های من سوال از من و شما 2a به علاوه 7 به توان 3 رو به پیمونه 10 میخواد دیگه. درست استفادی میگی برو رقم یکانش پیدا کن، یعنی اینو برام پیدا کن. برو به من بگو ببینم به 10 چند میده. خب
بچه‌ها ما الان اگه اینو بیایم بریم یه تقسیم به 2 کنیم، پیمونم هم تقسیم میشه. یعنی باید بگی آ به پیمونه 5 با 2 هم نهشته. اوکی؟ خب رقم یکان یعنی به پیمونه 10، نه به پیمونه 5 که. از طرفی هم مگه من 2آ رو نمیخوام به 10؟ خب بچه 2آ رو دارم دیگه، اینهاش دیگه پیداش کردم دیگه. مگه من اینجا تو صورت سوالم 2آ رو نمیخوام؟ خب 2آ رو پیدا کردم. پس 2آ به 10 داده 4، پس اینو بذار 4، تموم شده رفت. 4 به علاوه 7 میشه 11. 11 هم به توان 3 به 10. خب خود 11 به 10 هم نهشته چنده؟ 1. 1 هم به هر توانی برسه برابر خواهد شد با 1. پس باقی مانده عدد 2آ به علاوه 7 به توان 3 به 10 چند شد؟ 1 شد، یا همون رقم یکانش شد 1. باز یه ذره دیگه یه لول ببریمش بالاتر سوالامونو، یه همچین سوالاتی زیاد شما خواهید دید. گفته چند عدد دو رقمی داریم که 5 برابرشون منهای 13 مضرب 11 باشه. پس چه اتفاقی باید براش بیفته؟ یه ایکسی داریم که 5 برابرش منهای 13 باید به 11 بخش پذیر باشه. خب پس 5x ما به 11 باید بده 13. خود 13 به 11 میده 2. پس تا اینجا به اینجا رسیدیم. 5x به 11 هم نهشت است با 2. انقدر بعد پیمونه اضافه کنم یا حتی کم کنم تا ارزم به خدمت شما که سمت راستش بشه مضربی از سمت چپش. اینجا 2 تا دیدگاه دوباره وجود داره. یه نفر میاد میگه خب من بیام 3 تا پیمونه اضافه کنم. اگه بریم 3 تا پیمونه اضافه کنیم 5x ما به 11 برابر خواهد شد با 35. 35 با 5 ساده میشه. x به 11 میده 7. پس x ما شد 11 کا به علاوه 7. یه دیدگاه دیگه میاد طرف میگه خب من میام 2 تا کم میکنم. اگه بیام 2 تا کم کنم 5x ما به 11 میده منفی 20. منفی 20 با 5 خط میخوره. پس x ما به 11 میده منفی 4. باقی مونده منفی نمیشه، یه دونه میریزه روش. x ما به 11 میده 7. در نهایت دوباره x ما شد 11 کا به علاوه 7. حالا سوال چی رو از من شما میخواد؟ میگه ما چند تا عدد دو رقمی داریم. یعنی اینا که ما با هم نوشتیم باید چند رقمی بشه، بچهای من دو رقمی باید بشه. پس x ما باید بین 10 باشه تا 99. یعنی 11 کا به علاوه 7 باید بین 10 باشد تا 99. خب یه منهای 7 یه تقسیم به 11 دیگه بلدی به عنوان 12 رشته ریاضی اینا رو حل کنی. اگه برم یه منهای 7ش کنم یه تقسیم به 11 هم بزنم، این منهای 7 میشه 3 تقسیم به 11 میشه 3 هفتم. اینم که میشه کا، اونم میشه 92 هفتم. نه 92 11 آره. خب 92 11 تقریبا 8 خورده ایه. اینم که هنوز به 1 نرسیده. پس کاهای ما میشه 1 و بزرگتر از این دیگه، بزرگتر از این کوچتر از 8 خورده ای. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. 8 تا مقدار برای کا پیدا کردیم. پس 8 تا مقدار هم برای x داریم. خب سوال بعدی خیلی قشنگه. میگه به ازای چند مقدار طبیعی n کمتر از c رابطه فلان برقرار است. بچه ها باید چه اتفاقی براش بیفته؟ باید 5n به علاوه 91 به 11 بخش پذیر باشه. اوکی؟ پس یعنی 5n به علاوه 51. پس یعنی 51n به علاوه 91 باید به 11 بخش پذیر باشه. خب یعنی 51n
به پیمونه 11 با منفی 91 چی باشه بگین؟ همنهش باشه. اوکی؟ قبول دارین؟ خب برای حل کردن اینم خیلی راه‌های متفاوتی وجود داره. یه دیدگاه اینه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب خود 51 به 11 چون 44 بخش پذیره پس میشه 7. 7x به 11 با منفی 91 هم نوشته. منفی 91 با 7 ساده میشه. x به 11 برابر است با منفی 13. 13 تا 7 میشه 91. بعد طرف میاد 2 تا پیمونه میریزه روش، 2 تا اضافه میکنه تا یه عدد مثبتی بشه دیگه. پس x به 11 22 تا بیاد 7 و 2 تا میشود 9 تا. پس در نهایت x ما شد 11 k به علاوه 9. قبوله؟ یه نفر دیگه میاد این کار انجام میده، میگه آقا این همون منفی 51 n بمونه به 11، میاد یکی کم میکنه از منفی 91 میرسه به منفی 102. خب 102 رو با 51 میزنه، اون وقت میشه n به 11 میشود منفی 2، یکی اضافه میکنه، اون وقت n به 11 میده 9، پس دوباره n میشه 11 k به علاوه 9. بچه این همون n بوده، حالا من یهو زدم تو خط x. اینا n. اوکی. پس در نهایت ما به چی رسیدیم؟ ما به 11 k به علاوه 9 رسیدیم. حالا میگه چند تا کمتر از 30 داریم. اینایی که میتونید حدس بزنید و حدس بزنید دیگه، نمیخواد مثلا مثل قبلی بری بنویسی بین 1 تا 30. این خیلی راحت حدس زدنش. کا 0 باشه n ما چنده؟ خب 9 دیگه. 9 هم بین 1 تا 30 دیگه، تموم شد. کا 1 باشه میشه 20، میشه 11 به علاوه 9 میشه 22. 20 دیگه، 20 تموم شد. کا اگه 2 باشه اینجا میشه 22 به علاوه 9 میشه 31 دیگه، میشه بیشتر از 30. پس ما 2 تا مقدار برای کا پیدا کردیم، پس 2 تا مقدار هم برای n داریم. تمام.